الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که زن و شوهر در یک بستر خواب کردنشون آیا یگان وقت معین دارد؟ یعنی به این معنا که فرزند انسان 10 یا 23 یا 15 ساله که شد، زن و شوهر در خانه از هم جدا خواب شوند. در این باره یک توضیحات میکرده. جزاک الله خیر. یعنی سوال برادر این است که در بعضی از قوم ها و عرفای مردم همچنین آمده است که گویا که زن و شوهر به همدیگر همبستری شدن یا همراه در یک جای خواب کردن یک وقتی معین دارد. وقتش تا فرزندو کلان شدن است. یعنی وقتی که فرزند کمی بزرگ شد، 10 ساله 5 ساله یا که 15 ساله شد، تمام به همون زن و مرد از همدیگر جدا خواب میکنند. پدر در یک طرف خانه، مادر در یک طرف خانه، در بین پسرها. آیا این از شریعت است که تمام مردم اکثری آسیا همین طور است؟ البته این از اسلام نیست. و باید نگفته نماند که همین بدبختی را به سر مردم تاجیک و به سر مسلمانان آسیای مرکزی همین روس‌های کمونیست‌های بیدین آوردند. و عرف عادتی هم زیبای تاجیک یا که قواعد شریعت اسلام را از بین بردند. زیباترین برنامه‌ای که برای زندگی تمام مردم ریخته شده است، این شریعت اسلام است. و مسلمان البته هر زمانی که از شریعت اسلام، از دینش دور شد، خار میگردد. پس باید چیکار بکنند؟ البته برای زن و شوهر یک وقت معین وجود ندارد. زن و شوهر از همان روزی که به همدیگر نکاح کردند تا روز مرگ باید در یک جای خواب بکنند، باید به همدیگر مهربان باشند، باید به قدر توانایی اگر شهوت داشته باشند به همدیگر هر وقتی که خواستند هم بستری بشوند. شب است روز است فرقی ندارد. باید پدر و مادر خانه خاص خود را داشته باشد. نه اینکه وقتی که فرزند کمی بزرگ شد تمام به همون پدر و مادر از همدیگر جدا و از سبب اینکه شهوت هر دو زن و مرد بالا می رود فقط جنگ و جدال. سبحان الله، تمام جنگ ها و مشکلات هایی که در بین عائله های کمی سن سالشان 35-40 سال است می بینید از سبب اینکه اینها هم بستری ندارند. یا تمام زینایی که هم از طرف مرد و هم از طرف زن میشد می بینید که از سبب اینکه اینها زن و شوهر به هم دیگر علاقه جنسی ندارند، هم بستری ندارند. اینها میگن تمام فرزند ما بزرگ شد دیگر وجود ندارد. اعوذ بالله من ذلک. این یک جاهلیت است و این یک بدبختی است و دور بودن از شریعت اسلام است. ببینید که شریعت اسلام چی میگوید. شریعت اسلام میگوید وقتی که فرزند شما بزرگ شد خانه فرزندتان را علاهیده بکنید. خانه فرزند باید علاهیده باشد. و قرآن عظیم الشان میگوید که در چندین وقت یا که در 2 وقت، وقتی که به خانه شما فرزند می آید، به خانه پدر و مادر، به خانه خوابگاه پدر و مادر می آید، باید اول اجازه بگیرد بعد در آید. شبانگاه و در وقت قیلوله و سحری، در این وقتها فرزندی یک مسلمان دختر یا پسر حق ندارد که به خوابگاه پدرش در را کشاید و وارد شود، بلکه اول اجازت باید بگیرد. اول اذن پدر یا مادر را بگیرد، اونها را تنبیه دهد پدر جان یا که مادرم اجازت هست که من به نزد شما درایم. الله در قرآن عظیم الشان به من و شما خبر داده است که ای فرزندان یا که ای مسلمان ها به خانه پدر و مادر یا که به خانه یک خوابگاه شرمگاه داخل شدن به اجازت در وقت شبانگاه، در وقت فجر پگاه روزی یا که در وقت قیلوله داخل شدن جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شاید در این وقت پدر و مادر در حالت علاقه باشد، هم بستری باشد یا که لباسش نباشد، چیزی دیگر. یعنی این حمایتی پدر و مادر و حمایت یک عائله اسلامی است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهن للصلاة لعشر وفرقوا بینهم بالمضاجع. یعنی فرزندانتون رو به نماز دعوت کنید در حالتی که اونها در سن 7 سالگی هستند. امر بکنید که نماز خوانند. وقتی که به 10 رسیدند به خاطر نماز زنیدشون که نماز خوانند و بین اینها جدا بکنید. یعنی جایگاه رو بین مرد و زن جدا بکنید.
ببینید حتی دختر و پسر نباید در یک جا خواب بکند و بعضی از علما گفتن حتی غرفه های اونها رو اگر شرایط داشته باشد، غرفه مرد غرفه زن رو جدا کنید، غرفه باید پدر و مادر البته جدا باشد. پس از این یک عذاب روحانی خود رو دور بکنید، به پدر و مادر یک غرفه و به فرزندان یک غرفه سازید. بارک الله فیکم.